در ادامه بحث سیمپیچی موتورهای تک‌فاز یه یادآوری از گذشته میکنیم. چیزایی که گفتیم اگر 4 دسته سیمپیچ داشتیم به این شکل و با اختلاف فاز 90 درجه الکتریکی توی محیط استاتور قرارش بدیم و 4 دسته و 4 تا جریان در واقع 4 فاز بهش بدیم A, B, C, D که هر کدوم از این فازها با هم 2p4 یعنی 90 درجه اختلاف فاز داشته باشن، اون وقت ما میتونیم میدان گردان هم اینجا ایجاد کنیم. و با قرار دادن این کلافات توی 8 تا شیار دیدیم که بعضی از شیارها نیازی نبود پر بشن و اونایی هم که 2 طبقه میشدن فاز A و C یا کلافای A و C یه اثر یکسانی داشتن. بنابراین میتونستیم ما A و C رو ترکیب کنیم، بذاریم مثلا یک کلاف فقط به اسم A داشته باشیم و B و D هم که میدان مغناطیسیش هم جهت میشدن اونا هم B بنامیم فقط. پس ما اینجا با 2 دسته کلاف سیمپیچی A و B که زاویه قرارگیریشون توی استاتور 90 درجه الکتریکی هست و اون زاویه جریانمون هم که اختلافاتشون 90 درجه است بهشون بدیم، که میتونیم یه میدان گردان هم اینجا ایجاد کنیم. خب تو این تصویر میبینید که یه استاتور با 4 تا شیار، یه طرح ابتدایی 2 فاز هست که میدان گردان هم ایجاد میکرد، بررسیش کردیم. ما 2 تا جریان الکتریکی A و B داریم که اختلاف فاز 90 درجه دارن. A رو میدیم به U1 U2 و B رو میدیم به W1 W2 که اختلاف فاز 90 درجه هم جریان ها با هم دارن، هم اونجا کلاف ها با هم دیگه 90 درجه الکتریکی اختلاف با هم دیگه دارن. و برای طرح مثلا 2 قطب اینو بررسی کردیم، یه موتور 2 قطب. اگر بخوایم به این شکل بکشیم این میشه سیمپیچ اصلیمون، M U1 U2 رو میگیریم سیمپیچ اصلی، W1 W2 میشه سیمپیچ کمکی ما که با A نشون میدیم اکسیلاری. و حالا هدف اینه که ما یه جور جریان 2 فاز رو ایجاد کنیم، بدیم به این دوتا موتور 2 فاز بچرخه. و میدونیم که این 4 فاز بود، تبدیلش کردیم به 2 فاز و این در نهایت میدان گردان ایجاد میکنه و روتور میتونه بچرخه. اما به چه شکل میشه این 2 فاز رو ایجاد کرد؟ خب برای تبدیل 3 فاز به 2 فاز میشه از اتصال اسکات استفاده کرد که ما خروجی 3 فاز رو بدیم به این اتصال و بتونیم یه 2 فاز با اختلاف زاویه 90 درجه داشته باشیم که بدیم به این کلاف ها، این 2 دسته کلاف و موتور 2 فازمون راه بیفته. اما این اتصال اسکات چیکار میکنه؟ در واقع ما 3 فاز رو میدیم، فرض کنید اولیه ترانسفورمر ما هست ترانس 3 فاز و اینم سمت ثانویه. توی ثانویه ما اینو باید وصلش کنیم، ثانویه ترانس 3 فاز رو وصلش کنیم و به 2 تا ترانسفورمر تک فاز که ترانس بالایی رو مثلا از سر 86 درصد اون تپ 86 درصد میگن اینجا وصل میکنیم به سر 50 درصد سیمپیچی ترانس پایینیه یا حالا ترانس شماره 1 ما هست. اینجا VS1 گذاشتیم، ترانس 1 بالایی ترانس 2 هست که رنگش هم اینجا آبی رنگ کشیدم، یعنی متناسب با ولتاژ B. این که مشکی است متناسب با ولتاژ A که ولتاژ A 90 درجه جلوتر است. اما اگر بخوایم این ولتاژ ها رو، ولتاژ خط رو یا فاز رو رسم کنیم، ولتاژ فاز VA بعد VB و VC، اختلاف این ولتاژ ها به این شکل است که این بردار یعنی VB منهای VC میشه VBC که اینو یه ولتاژ یه مقدار میگیریم، یه مقدار خطی ولتاژ با زاویه 0. این بردار رو VAB میگیریم، یعنی بردار A منهای بردار B که میشه V با زاویه 120 درجه
این سبز رنگه. این یکی هم با وی با زاویه منفی 120 درجه که وی سی ای هست، یعنی وی سی منای وی ای، و این هم در واقع انگار ما اینو مرجع با زاویه 0 در نظر گرفتیم. حالا چرا این خروجی این دوتا میشه این شکل، یعنی دوتا ولتاژ در واقع با زاویه 90 درجه، که حالا بعد که میدیم به اینها جریان هایی با زاویه 90 درجه رو داریم که حالا ما اینجا نوشتیم جریان، ولی خب همین ولتاژ ها رو میدیم به این U1 و U1 U2 W2. خب اگر از روی نمودار برداری ما بخوایم ببینیم چطور میشه دو تا بردار با زاویه 90 درجه ایجاد کرد، میشه اینجوری برنامه‌ریزی کرد که بگیم ولتاژ CA رو اگر با نصف ولتاژ BC جمع کنیم، یعنی این ولتاژ و این ولتاژ، یه ولتاژ به این شکل داریم که 90 درجه، یعنی عمود بر این بردار. بعد ما میتونیم این بردار و برداری که جمع VCA و نصف VBC است رو، این دوتا رو بگیریم دوتا برداری که بر هم عمود هستن. حالا اگر ما توی اون شکل بالایی بخوایم KVL بزنیم، میتونیم با نامگذاری اینا یه KVL بزنیم اینجا. خب اگر KVL رو توی این مسیر بزنیم، توی این حلقه میبینید که اینجا VCA هست. اگر از این مسیر بریم میشه مثبت VCA، یعنی اینجا. بعد میایم توی این ترانس تک فازمون VP2 اینجا نوشتیم. بعد از این مسیر میایم این قسمت، در واقع این گفتیم که نصف، یعنی 50% اگر بگیریم میشه نیم ضرب در وی بی سی که اینجا کشیدیمش. پس این نصف بردار بی سی یا ولتاژ بی سی است و برمیگردیم اینجا مساوی با 0 قرارش میدیم. وی پی دو به دست بیاد منفیه وی سی ای به اضافه نصف وی بی سی. حالا اگه بخوایم به صورت برداری اینو رسمش کنیم این شکلی خواهد شد، به این شکل که وی سی ای به اضافه نیم وی بی سی مساوی است با منفی وی پی دو، یعنی جمع این دوتا بردار مشکی رنگ یه بردار میشه از بالا به سمت پایین. خب اینو تو منفی ضرب کنیم میشه منفی وی پی دو. الان ما میتونیم بگیم وی پی دو نسبت به نیم وی بی سی 90 درجه اختلاف فاز داره و جلوتر هست، که وقتی توی ترانس تک فاز ما اینو داریم وی ثانویه برای هر کدومش در نظر بگیریم، همین بردار برای ثانویه هم خواهیم داشت که به این شکل توی ثانویه هم ما وی اس 2 و وی اس 1 خواهیم داشت که ما میتونیم حالا بگیم متناسب با اینها. اینجا ما نیاز داریم که بریم به این کلافه ها، مثلا A که 90 درجه پیش باز است میشه وی اس 2، B متناسب با وی اس 1 و حالا اندازه این وی پی دو هم اگر ما بخوایم به دستش بیاریم از این مقادیری که اینجا از روی نمودار این برداری، در واقع اندازه این میشه یه نیم وی بی سی و وی سی ای که از طریق رابطه حالا فیثاغورس میشه اینو مقدار این به دست آورد که اینجا نوشتیم اندازه بردار وی پی دو میشه وی دو منهای نیم وی، این اندازه وی سی ای اینجا نوشتیم که وی سی ای وی با زاویه منفی 120 است، اندازش وی هست، اینم اندازش نیم وی. پس وی به توان دو منهای نیم وی به توان دو، این زل رو به دست میاریم که 86 صدم وی هست. خب به همین خاطر حالا ما اگر بیایم سر 86% رو برای این در نظر بگیریم، فرض کنیم اصلا بگیم نسبت دور اینها 1:1 هم باشه، همون ولتاژ خطی که اینجا داشتیم دامنه همون دامنه ولتاژ رو توی این دوتا خواهیم داشت، ولی با اختلاف فاز 90 درجه که وی S2 90 درجه جلوتر از وی S1 خواهد بود. از این طریق ما میتونیم اینو بدیم به موتور طرح دو فازمون که دوتا سیم پیچ در واقع دیگه داره و این موتور کار کنه.